ایران و آمریکا، داستان یک دوستی فراموش شده. در کاخ وزارت امور خارجه امریکا روز 14 اسفند به پیروی از اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه، آقای دکتر امینی سفیر کبیر ایران در امریکا با دریا سالار اشتراوس رئیس کمیسیون نیروی اتمی امریکا و آقای ویلیام راونتری معاون وزارت خارجه آن کشور برای امضای قرارداد بین ایران و امریکا جهت استفاده از نیروی اتم در امور غیر نظامی ملاقات کردند. روزی روزگاری پیش از شعارهای مرگ بر آمریکا و شیطان بزرگ، رابطه‌ای گرم و رو به گسترش میان ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داشت. سال 1856 برای نخستین بار ایران و آمریکا معاهده‌ای امضا کردند. معاهده‌ای که نوید آغاز یک دوستی طولانی مدت را میداد. آن روزها آمریکا هنوز قدرت اول جهان نبود و ایران هنوز زخمی از جنگ‌های قاجار با روسیه، اما این دو کشور از دو سوی جهان آرام آرام به هم نزدیک می‌شدند. در دهه 1920 رضاخان قدرت را به دست گرفت. آمریکا که هیچ سابقه استعماری در ایران نداشت، به چشم یک شریک بی‌طرف دیده می‌شد. ایرانیان خسته از دخالت‌های بریتانیا و روسیه به آمریکا به عنوان متحدی تازه نگاه می‌کردند. شرکت‌های آمریکایی در صنایع آموزش و سلامت ایران فعال شدند. حتی بیمارستان‌های آمریکایی در تهران و شیراز ساخته شد. اما همه چیز با نام یک مرد گره خورد. دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ملیگرایی که صنعت نفت ایران را در سال 1951 ملی کرد. بریتانیا خشمگین شد و آمریکا در ابتدا دودل بود. اما با آغاز جنگ سرد و هراس از نفوذ شوروی سیاست تغییر کرد. سال 1953 پروژه آژاکس سیا با همکاری MI6 نخستین کودتای موفق خود را در تهران اجرا کرد. مصدق سرنگون شد. شاه بازگشت و اعتماد مردم ایران برای همیشه شکست. در دهه 1960 و 70 رابطه آمریکا و ایران به اوج رسید. ایران متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه شد. شاه با حمایت واشنگتن مدرنسازی کشور را با قدرت ادامه داد. در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه، اعلیحضرت همایون شاهنشاه دانشنامه‌های فارغ التحصیلان و جوایز شاگردان اول دانشکده‌ها را اعطا می‌فرمایند. اما پشت ویترین درخشان تهران مدرن، ساواک، زندان، سانسور و نابرابری نفس مردم را گرفته بود. در خیابان‌ها صدای نارضایتی بلند می‌شد و آمریکایی‌ها هنوز شاه را پادشاهی اصلاح طلب می‌خواندند. با سلام، اسم من محمد فامیلیم صدفیه. من کارهای مختلفی در ساواک انجام دادم که از جمله مأمور کمیته مشترک ضد خرابکاری و در عملیات و دستگیری‌های اونها شرکت داشتم. من شهامت اون رو دارم که هیچ از این که خودم رو تبرئه بکنم، چون اینجا دادگاه نیست، شما برای این اومدین که مطالب مهمی رو در مورد اختناق سابق و مبارزات ناخودآگاه ما با خلق مبارزمون بدونید. من از هیچی نمیترسم، همه رو براتون میگم. در سال 1979 ورق برگشت. انقلاب اسلامی پیروز شد. شاه فرار کرد و آمریکا او را برای درمان پذیرفت. خشم مردم انقلابی شعله‌ور شد. سفارت آمریکا در تهران اشغال شد. 52 دیپلمات به گروگان گرفته شدند. 444 روز جهان مبهوت تماشای تهران بود. در ایران مرگ بر آمریکا به شعار هر روز تبدیل شد. در آمریکا ایران به دشمن شماره 1 بدل شد. از آن روز تا امروز 45 سال گذشته. تحریم‌ها، تهدیدها، جنگ‌های نیابتی، ترور، خروج از برجام،
اما گاه روزنه‌هایی از دیپلماسی هم دیده شد. مکاتبات پشت پرده، مذاکرات طولانی، امیدهای کوتاه مدت. و هنوز هر دو ملت در دو سوی این دیوار بلند گاه با حسرت به گذشته نگاه می کنند. آیا روزی دوباره از دل این تاریکی دوستی تازه شکل خواهد گرفت؟ اما روابط ایران و آمریکا داستانی است پر از پیچ و خم، سوء تفاهم، خیانت، امید و شکست. اما شاید در فهم گذشته راهی به آینده باشد. اگر تاریخ را ندانیم محکوم به تکرار آن خواهیم بود. با اجرای یک قطع ضربی به وسیله آقای حسین همدانیان نوازنده معروف، برنامه واریته هنری انجمن ایران امریکا به پایان میرسد. گفتم به بوتی ساده که همچین گفتا نشود مگر به همچین گفتم که به همچین تو من همچینم، او همچو برفت و من برفتم همچین. ای حبیب